در 14 ژوئن 1998 اتفاق بسیار دلخراشی توی میخونه در منطقه گانگنام سئول رخ داد. اون میخونه که اسمش سابای بود خیلی زود به یکی از وحشتناکترین مکانهای کره شناخته شد. ساعت 2:30 شب بود. یه راننده تاکسی داشت تو خیابونای سئول دنبال مسافر میچرخید که ناگهان با صحنه دلخراشی مواجه شد. یه زن رو آسفالتای بیرون میخونه افتاده بود و داشت با بدبختی دستاشو تکون میداد. بالا تنش کاملا غرق خون شده بود و از کمر به پایینم لخت بود. راننده تاکسی با دستای لرزون به پلیس زنگ زد و براشون چیزی که داشت میداد و توضیح داد و نیروهای پلیس سریع اعزام شدن. پلیسا رد خونی که به راه پله‌ای باریک به سمت زیرزمین میخونه ختم میشد و دنبال کردن. همینجور که از پله ها میرفتن پایین، بوی به شدت متعفنی به دماغشون خورد. اونجا بود که با صحنه خوفناکی روبرو شدن. صاحب میخونه و 2 از کارکنانش بی جون افتاده بودن. بدنشون قصابی شده بود. زنی که نجات پیدا کرده بود، یعنی خانم چوی، با بدبختی از میخونه فرار کرده بود و تنها شاهد اتفاقای دلخراش اونجا بود. اون شب خواهر بارتندر به جاش شیفت وایساده بود. حدوداً 10 شب بود که 3 مشتری مرد وارد شدن. داشتن با هم شعر میخوندن و به نظر میومد آدم حسابی باشن. هر چند ساعت 12 شب بود که بارتندر برگشت سر شیفتش و اونجا بود که فاجعه شروع شد. خانم چوی میگه که من اون روز داشتم تنهایی توی اتاق مشروب میخوردم که ناگهان 3 اراذل بارتندر و 2 از همکاراشو آوردن تو اتاق. دستاشون با بست کمربندی بسته شده بود. مردا به بارتندر گفتن که گردنبند طلاتو رد کن بیاد و وقتی این کارو نکرد با بیرحمی انداختنشو بهش مشت و لگد زدن. دختر داشت التماسشو میکرد که یکی از مردا یه چاقو فرو کرد تو دهنش و چاقو از یکی از گوشاش زد بیرون. اراذل با سنگدلی تموم 3 دخترها رو تا حد مرگ با چاقو تیکه پاره کردن. بعد سرشون رو تکون دادن تا ببینن مردن یا نه. بعد گفتن آره مردن و از اونجا رفتن. بعد از اون حدود 10 دقیقه‌ای صدای شکستن شیشه و باز موندن شیر آب اومد و بعد شنیدم که اراذلا گفتن باید سری بزنیم به چاقو. از اونجا رفتن. اونا گلوی خانم چوی رو هم با چاقو بریده بودن، ولی خوشبختانه زخمش نزدیک رگ‌های حیاتی نبود و تونست نجات پیدا کنه. مجرما شیر آب و باز گذاشته بودن تا هر شواهدی تو صحنه بود از بین بره. برای همین اونجا غرق از آب شده بود. و واسه اینکه پیدا کردن شواهد رو سخت‌تر کنن، تمام لیوان و بشقابا رو شکوندن و رو زمین پخش کردن. قبل از اینکه فرار کنن هم با یه روزنامه اثر انگشتای روی میز و صندلی‌ها رو پاک کردن. پلیسا خیلی تلاش کردن تا بتونن اثر انگشت یا شواهد دیگه‌ای پیدا کنن، ولی موفق نشدن. و اون موقع هم تکنولوژی در حدی نبود که بتونن با DNA پیداشون کنن. همچنین چون 27 سال پیش بود، همه جا دوربین مداربسته نداشت و از اونجایی که همزمان با مسابقات جام جهانی بود، پیدا کردن شاهد سخت بود. چون همه مردم داشتن تو خونه فوتبال نگاه می‌کردن. خانم چوی به وضوح انگیزه‌ای که مجرما بهش گفته بودن و یادش بود. وقتی اون مجرما با چاقو تهدیدش کردن، بهشون التماس کرد و گفت شوهرم تو بیمارستان بستریه، واسه همین نمیتونه کار کنه. منم با چندرغازی که از کارم تو رستوران گیرم میاد، به سختی میتونم خرج روزانمو بدم. هرچند همون موقع یکی از مجرما که پول میخواست گفت ما هم دقیقاً شرایطمون مثل توئه، چون شرکتمون بسته شده، ما هم نمیخوایم اینجوری باشیم. اون موقع 60,000 وون بردن به اضافه کارت بانکی و جواهرات قربانیان. چوی بعدا یادش اومد که چاقویی که مجرما استفاده کردن غیر عادی بود. بلندتر از یه چاقوی عادی آشپزخونه بود و سفید، براق و خیلی نازک بود. پلیسا وقتی در موردش تحقیق کردن فهمیدن که یه نوع چاقویی که غواصا واسه نجاتشون موقع گیر افتادن توی تور استفاده میکنن. پلیس همچنین گفت که این چاقو مخصوص نیروهای ویژه هوابردم هست و یکی از ویژگی‌های خاصش اینه که هر 2 طرفش دندانه داره. موقعی که پلیس داشت رو پرونده کار میکرد، متوجه یه چیز خیلی غیر عادی شد. اون ابزارهایی که مجرما برای قتل در میخونه استفاده کرده بودن متعلق به خودشون بود. اگه یه قاتل اتفاقی و بدون برنامه مرتکب جرم بشه، معمولاً از هر چی دم دستشه به عنوان سلاح استفاده میکنه. ولی تو این مورد اونا با سلاحایی که خودشون آورده بودن مرتکب جرم شدن. برای مثال توی قتل برنامه ریزی نشده، سلاح میتونه جا سیگاری، کپسول آتش نشانی، شیشه مشروب یا چاقوی آشپزخونه باشه. اون مجرما نه تنها از قبل سلاح قتلشون رو آماده کرده بودن، بلکه بست کمربندی هم آورده بودن. آخه کدوم آدمی با خودش تو میخونه بست کمربندی میاره؟ در نهایت به نتیجه رسیدن که اون مجرما آدمای معمولی نبودن و احتمالاً قبلاً هم مرتکب قتل شده بودن.
پروفسور یوسون هو از بخش پزشکی قانونی گفت که با توجه به وضعیت جسد قربانی‌ها معلوم اون مجرما واسه قتل به صورت حرفه‌ای آموزش دیدن. علاوه بر اون پلیس کف محل جرم یه انگشتی لاتکس پیدا کرد و پلیسا معتقدن که مجرما تصادفی انداختنش. همچنین فهمیدن که این انگشتی‌های لاتکس معمولاً توسط کارگرای کارخونه‌های الکترونیک استفاده میشه و یا کارگرایی که تو کارخونه‌های صحافی کتاب کار میکنن. به عبارت دیگه این یه مدرک آشکار بود که مجرما احتمالاً کارگر کارخونه الکترونیکی یا صحافی کتاب بودن. ولی اینا واسه شناسایی مجرم کافی نبود. پلیسا طراحی چهره مجرما رو تو کل کره پخش کردن تا بلکه بتونن بگیرنشون یا اطلاعات بیشتری به دست بیارن. ولی با وجود تمام تلاش‌ها این پرونده هنوزم بعد 27 سال حل نشده باقی مونده. اسم من یوماست و توی شهر کوچیک تو هند زندگی میکنم. من و دوستم رانی بالاخره بعد کلی اصرار مامان باباهامون رو راضی کردیم که واسه تابستون یه هفته پیش هم بمونیم. مامان بابای من که هر دو دکتر بودن باید میرفتن یه کنفرانس. واسه همینم ما تو خونه تنها شدیم. خیلی بهمون خوش گذشت. مزاحم تلفنی شدیم، ناخنامون رو لاک زدیم، یه آرایش ترند امتحان کردیم و از آزادیمون لذت بردیم. شب که شد گفتیم یه فیلم نگاه کنیم و بالاخره ساعت 2 صبح تصمیم گرفتیم بریم بخوابیم. رفتیم طبقه بالا تو اتاقم، ولی خب حتی تو تختم گپ زدنمون تموم نمیشد. همه چیز کاملا نرمال بود تا اینکه ناگهان رانی ساکت شد و یواش گفت تو هم شنیدی؟ چی رو شنیدم؟ از سوالش گیج شده بودم. صدای تکون خوردن دستگیری در. من اولش اهمیتی ندادم، ولی چند دقیقه بعد خودمم شنیدم. دستگیره داشت خیلی آروم تکون میخورد و رنگ دوتامون پرید، ولی صدا همون جور که یهویی شروع شده بود یهویی هم قطع شد. به پنجره نگاه کردم ولی کسی نبود. میخواستیم دوباره بریم با هم حرف بزنیم، اما دیگه فکرمون مشغول شده بود و استرس داشتیم. ناگهان یه صدای بلند از پایین پله ها سکوت و شکست. صداش یه جوری بود که انگار یه چیزی واژگون شده. از ترس فلج شده بودیم و چسبیدیم به هم. رانی تصمیم گرفت که به مامانش زنگ بزنه که فقط چند بلوک از ما دورتر بودن. مامانش هم با وحشت را افتاد خونه ما و گفت که همونجا تو اتاقتون بمونید تا برسم. میدونست کلید زاپاسو کجا میذاریم و خودش میتونست بیاد داخل. خلاصه منتظر اومدنش بودیم که یهو صدای شکستن گلدون کنار اتاقم اومد. داشتیم میمردیم از ترس و مطمئن بودیم یکی اونجاست. بعد در خونه باز شد. مامان رانی رسید، از پله ها اومد بالا و در اتاقمو زد. بهمون اطمینان داد که همه چی اوکیه و ما هم در رو باز کردیم. داشت میخندید و بهمون گفت که یه گربه خیابونی اومده بوده داخل خونه. اولش گیج شده بودیم، ولی بعدش یادمون اومد که قبلا پنجره رو باز گذاشته بودیم. خودمون هم زدیم زیر خنده، ولی هنوز ترس تو جونمون بود. دیگه تصمیم گرفتیم بقیه شب و خونه رانی اینا بمونیم. صبح بعد وقتی داشتیم صبحونه میخوردیم یهو یه فکری اومد تو سرم. رو کردم به رانی، آروم بهش گفتم اگه فقط یه گربه بوده پس چجوری دستگیری در رو چرخونده؟ ما هیچ توضیحی براش نداشتیم.